بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. الله رو بی نهایت سپاس از اینکه یک بار دیگر این توفیق رو نصیب راه بنده و همکاران بنده در بخش کنترل کرد، به همراه احمد جان و فرید و منیر احمد و احمد عزیز دیگر و عبدالرحمن جان که جدیداً به جمع ما پیوستن داره. در خدمت شما عزیزان و خوبان باشیم با یکی دیگر از برنامه‌های روحانی قرآن کریم. من در همین آغاز اگر در برنامه امروز صدای من مقدار شما رو اذیت کرد از شما پوزش می‌طلبم و به هر حال من قول داده بودم به شما که تا این صدا از این حنجره خارج بشه برنامه رو تعطیل نخواهیم کرد و امروز هم با وجود مقدار کسالتی که در صدای بنده هست انشاءالله به بزرگواری خودتون بنده را تحمل بکنید. به خاطر شما عزیزان و به خاطر نونهالان عزیزی که تراوت‌های خودشون رو ارسال کردن نخواستیم که این برنامه تکرارش پخش بشه و تعطیل بشه و انشاءالله که اگر مشکلی در صدای بنده بود به بزرگواری خودتون ما رو معاف میکنید. در ابتدای برنامه بخش اول تلاوت‌های ارسالی شما پدران و مادران و بزرگسالان عزیز رو که از کودکانتون برامون فرستادید به همراه شما تلاوت این عزیزان رو گوش میکنیم. برمیگردیم انشاءالله باز با درس امروز از ابتدای صفحه 38 مصحف عثمان تا از آیه 234 از سوره مبارکه بقره با درس امروز در خدمت شما عزیزان خواهیم بود بعد از تلاوت نونهالان عزیز بخش اولش. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. من حلیمه عبدالصمد تاجیکستانم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم وله ما في السماوات والأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وما يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم. الحمد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين آمين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Man Abdurrahman از تاجیکستان 7 ساله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام والحب فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من زینب هستم در ولایت قندوز 5 ساله هستم. قل اعوذ برب الناس میخوانم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة
الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العظيم. من دختر حاجی فخرالدینم آشم از تاجیکستانم میخواهم سوره قل هو الله بخونم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم رحمت الله. نام ما آریان است. از آلمان هستم. 8 سال هستم. میخوایم الکاریا را بخوانم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الکاریة ما الکاریة و ما ادراک ما الکاریة یوم یکون الناس کالفراش المبثوث فتكون الجبال كالعهن المنفوش و اما من ثقلت موازینه فهو في عيشة راضية وأما من خافت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بعد سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و عزیزان و تشکر از همه عزیزانی که تلاوتشون رو برای ما ارسال کردن و الله تعالی امیدواریم که به توفیقات ما و شما روز به روز بیشتر و بیشتر بکنه در راه خدمت به قرآن کریم. و جای خوشحالی داره وقتی که انسان میبینه که الله تعالی همچنین نونهالان و شکوفه‌هایی رو در بین جامعه ما قرار داده تا این گونه مشتاقانه قرآن تلاوت بکنن و در مسیر قرآن گام بردارن. به درس امروز میپردازیم، البته مقداری مختصرتر از درس گذشته، از آیات سوره مبارکه بقره آیه 234 به بعد در صفحه 38 از مصحف عثمان طه. در این صفحه به همراه شما این گونه میخوانیم که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم این یتوفون منکم، کسانی که من سراغ ترجمه رفتم یک لحظه با برنامه حفظ قرآن اشتباه گرفتم، ترجمه قرار نبود اینجا ترجمه کنیم. خیر، من فقط روخانی میکنم میرم و بعد پوزش مقدار مشکل صدا داشتیم. والذین واو بعد از اینکه این الف که الف وصل هست خوانده نمیشه. این الف رو ما قبلا هم دربارش بیشتر توضیح دادیم که در هنگام وصل این الف وصل خوانده نمیشه. این علامت صاد نصف نیمه که روش هست دلالت بر کلمه وصل داره، یعنی در هنگام وصل خوانده نمیشه. واو میچسبه به لام. چرا که لام که تشدید داره، تشدید همیشه یک بار به همراه آخرین حرکت ما قبل خوانده میشه و یک بار به همراه حرکت خودش. اینجا یک بار واو میچسبه به لام. ول ل ذین. بعد از کسره هر وقت صدای یا بیاد، اون کسره صدای ای میگیره. اون حرفی که علامت کسره زیر اون هست صدای ای میگیره. والذین یو تا وف. اینجا واو میچسبه به فا.
به خاطر تشدید فا. فا اینجا یک دفعه به همراه واو خوانده میشه، یک دفعه خودش به همراه حرکت خودش. یتوفون. نه ساکن هم میدونید که همیشه این علامت ساکن هست و همیشه ساکن به همراه آخرین حرکت ما قبل خوانده میشه. فرق ساکن و تشدید در این هست که در یک فرق دارن و یک شباهت دارن. شباهت ساکن و تشدید در این هست که ساکن هم به همراه آخرین حرکت ما قبل خوانده میشه و تشدید هم به همراه آخرین حرکت ما قبل، چون که تشدید هم در اصل دو حرف بوده که اولی ساکن بوده دومی متحرک، که هر دو رو در یک حرف خلاصه میکنیم و علامت تشدید میذاریم تا دلالت کنیم بر اون حرف محذوف. به همین به خاطر اشتراک بین ساکن و تشدید در روخوانی در این هست که هر دو به همراه آخرین حرکت ما قبل خوانده میشن بار اول. خب ساکن فقط یک بار خوانده میشه، اما تشدید حرکت دومی هم داره که به همراه حرکت خودش خوانده میشه. یتوفون والذین یتوفون منکم. اینجا نون علامتی نداره و گفتیم هر وقت نون علامت نداشت به این معناست که ساکن هست، یعنی همچین علامت روی اون باید می بود که نیست. چرا نیست؟ به خاطر اینکه احکام نون ساکن هر وقت نون ساکن رو مشاهده کردیم 4 حکم اتفاق میفته که یکی از این 4 تا حتما باید اجرا بشه. اگر بعد از نون ساکن یا تنوین که همون نوعی از نون ساکن هست، اگر بعد از نون ساکن حرف ب باشه، من فقط مختصرا میگم قواعد نون ساکن رو فقط دیگه اشاره میکنم که چه قاعده اجرا میشه در مثالهای بعدی. هر وقت بعد از نون ساکن یا تنوین حرف با بود، آن وقت نون ساکن یا آن تنوین تبدیل به میم میشه و میم تلفظ میشه، که این رو ما به اصطلاح بهش میگیم قاعده اقلاب با قاف، یعنی قلب، یعنی تبدیل شدن نون به میم. در فارسی هم داریم، مثل کلمه زنبور که زنبور میخوانیم و یا زنبیل رو که ما زنبیل میگیم. به خاطر نزدیکی مخرج نون و ب و سختی تلفظ نون در کنار ب، میم که نزدیکتر هست مخرجش به با، میم تلفظ میکنیم به جای نون. این وقتی است که بعد از نون ساکن این یادتون باشه، نون حتما باید ساکن باشه. نون ساکن یا تنوین اگر بعد از اون با آمد میم تلفظ میشه. این قاعده رو ما بهش میگیم اقلاب. یک. قاعده دوم، اگر بعد از نون ساکنی و یا تنوین یکی از 6 حرف یا، را، میم، لام، واو و نون که سر هم نوشته بشن میشن یرملون، اگر بعد از نون ساکن و یا تنوین یکی از اون 6 حرف آمد، آن موقع نون ساکن و تنوین تبدیل میشه به حرف مابعد، یا به تعبیری ساده تر دغم میشه به عربی ادغام میشه. ادغام یعنی عوض شدن حرف، یکی شدن حرف، داخل شدن این حرف در حرف بعدی. ادغام یعنی داخل شدن یک حرف در حرف بعدی. قاعده ادغام بعد از هر وقت بعد از نون ساکن و یا تنوین که از حروف یرملون آمد، آن وقت نون ساکن و تنوین تبدیل میشه به حرف مابعد خودش و حرف بعدی تشدید میگیره. اینو ما میگیم قاعده ادغام. قاعده دوم بعد از اینکه قاعده اقلاب رو یاد گرفتیم، قاعده ادغام میشه قاعده دومی. قاعده سوم، هر وقت بعد از نون ساکن و یا تنوین حرف مابعدش یکی از 6 حرف حلقی بود، حروفی که از حلق ادا میشن 6 تا هستن: همزه، ها، عین و ها، هی دو چشم و غین و خا. این 6 حرف رو در هنگام تلفظ اگه دقت کنین همه از حنجره خارج میشه، همه از حلق خارج میشه. همزه و ها، عین و همزه و ها، عین و خا و همزه و ها، عین و ها، غین و خا. این 6 تا حرفی که از حلق ادا میشه. اگر بعد از نون ساکن و یا تنوین یکی از این حروف آمد، آن وقت نون ساکن و یا تنوین از مخرج خودش ظاهر میشه یا به تعبیری اظهار میشه با تاوا، با ضای دست دا اظهار میشه. ما بهش میگیم اظهار یعنی ظاهر شدن. این قاعده سوم بود. پس اقلاب، ادغام و اظهار یعنی ظاهر شدن وقتی که بعد از تنوین و یا نون ساکن یکی از 6 حرف حلقی قرار بگیره.
اگر بعد از نون ساکن به تنوین با نبود، حروف یرملون هم نبود، حروف حلقی هم نبود، اون موقع قاعده چهارم اجرا میشه. و قاعده چهارم قاعده است که ما میگیم اخفا، مخفی شدن. اگر بعد از نون ساکن به تنوین با نباشه، یرملون نباشه و حروف حلقی هم نباشه، اینجا نون ساکن به یا تنوین نه از مخرج خودش ادا میشه مثل اظهار، نه تبدیل میشه به حرف ما بعدش مثل ادغام، و یا نه تبدیل میشه به میم مثل اقلاب. اینجا یک قاعده چهارم اجرا میشه به اسم اخفا، یعنی نون در بینی مخفی میشه. ما این نون رو که مخرجش از دهان هست، ما این رو از بینی ادا میکنیم و مخفی میکنیم در بینی به همراه مقداری مکس در هنگام تلفظ نون از بینی. به همین خاطر ما بهم میگیم اخفا. و در مصحف عثمان طاها هرگاه اخفا صورت میگیره، شیخ عثمان خدا حفظشون بکنه، نویسنده بر خطات این نوشته این مصحف، ایشون جایی که اخفا صورت میگیره خود علامت ساکن رو هم مخفی کرده و ننوشته تا اشاره بکنه به این که اینجا اخفا صورت میگیره. برگردیم سراغ نوشته به مصحف. اینجا الان ما در این کلمه نون، در این حرف نون، اینجا ما این قاعده رو داریم که این نون ساکن بعدش حرف کاف هست و این کاف نه از حروف حلقی است و نه از حروف یرملون و نه با هست. اینجا نون مخفی میشه در بینی. وقت تلفظ این ما باید بگیم، نمیگیم منکم منکم. خب این رو در بینی ادا میکنیم، منکم، مقداری هم روش مکس میکنیم. خب منکم اینجا اخفاش، میم هم که به همراه کاف خوانده شد. و یا و رونه، را ضمه داره، بعدش واو قرار گرفته. هرگاه بعد از واو، بعد از ضمه حرف واو قرار گرفت، بعد از حرکت ضمه حرف واو قرار گرفت، آن حرفی که حرکت ضمه بر روی آن است، آن حرف با صدای او خوانده میشه. اگر این واو نبود میشد یذرو، یذرو، یذرو. اما این واو چون تقویت میکنه صدای ضمه رو، اینجا میشه کشیده میشه، این مقداری کش پیدا میکنه، تقویت میشه. یکی از جنس خود، یک حرفی از جنس خود داره، از جنس حرکت، که میشه یذرونه، یذرونه، نمیگیم یذرونه. اگر این واو نبود میشد یذرونه، اما این واو به خاطر تقویت حرکت ضمه اون رو کش میده، میشه یذرونه، یذرونه. اینو دقت کنید، بعضی از عزیزان این مقدار کشیدن رو رعایت نمی کنن. یذرونه و یذرونه. ما بعد از ضمه اگر صدای واو بیاد کشیده میشه، بعد از فتحه اگر صدای الف بیاد کشیده میشه و بعد از کسره صدای یا بیاد کشیده میشه، چون هم جنسشون هستن. از زبه همراه مقرب خوانده میشه. واو فتحه داره، بعدش الف قرار گرفته. این الف، فتحه و الف از یک جنسن، به همین خاطر اینجا دیگه صدای ا نمیگیره، صدای آ میگیره. از و وا نمیگیم. ما هرگاه بعد از حرکت فتحه روی هر حرفی که باشه الف قرار گرفت، چه به این شکل کوچک نوشته باشه، چه الفی که کامل بزرگ نوشته شده باشه، فرقی نمیکنه. بعد از فتحه الف قرار بگیره، آن وقت آن حرفی که فتحه روی اوست صدای آ میگیره. اما در نحوه تلفظ آ هم باید دقت بکنیم که اگر این حرفی که روی اون فتحه قرار گرفته که صدای آ میگیره از حروف استعلا باشه، یعنی پرخوانده میشن، ما صدا رو، دهان رو به صورت عمودی باز میکنیم. صاد، ضاد، تا، وا، صاد و ضاد خواهر برادرن، تا و وا. بعد غین و قاف و خا و را، 8 حرفن که این 8 حرف صاد، ضاد، تا، ضا، غین و قاف و خا و را، این 8 حرف اگر
فتحه گرفتن و بعد از اونها الف آمد پر خوانده میشن، یعنی دهان به سمت بالا باز میشه. در غین این 8 حرف هر حرف دیگری که فتحه گرفت و بعد از آن الف آمد پر خوانده نمیشه، یعنی دهان به سمت بالا باز نمیشه، دهان به صورت عمودی باز نمیشه و افقی باز میشه، یعنی از پهلو باز میشه. مثل اینجا از نمیگیم از وا، از وا نه، از و، از و، از و، نمیگیم از وا، این اشتباه است. از و جین. اینجا الان جیم تنوین ان داره، بعد از تنوین یا آمده ادغام میشه، به جای تنوین ما یا تلفظ میکنیم. از و جی، از و جی یتربص نه. این الف هم به خاطر این هست که تنوین ان، این دو تا حرفی که روی هم، دو تا فتح روی هم میشه تنوین ان. اگر روی تنوین ان توقف بکنیم، یعنی مثلا ما خواندیم اینجا ایستادیم و یذرون ازواجا، اگر ما اینجا از ابتدای آیه بخونیم والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا، اینجا اگر ایستادیم آن وقت تنوین ان تبدیل به آ میشه، صدای آ میگیره و همین خاطر این الف اینجا گذاشته شده و چون جیم از حروف مستعلیه نیست پر هم نمیشه، میشه ازواجا، نمیشه ازواجا، ازواجا. اگر بایستیم، اگر ادامه بدیم تنوین بعدش حروف یرملون ادغام میشه، یعنی به جای تنوین ما به جای نونی که اینجا پنهان بود صدای یا تلفظ میشه ازواجی یتربص نه، یتربص نه. به ان اینجا هم نون ساکن مخفی میشه، اخفا میشه، چون بعدش از اون 3 حروف یرملون و اظهار و حروف حلقی هم نیست، حروف یرملون هم نیست، با هم نیست، اینجا اخفا میشه، به خاطر همین ساکن نوشته نشده. به ان فو سه هن نه. نون هر وقت تشدید داشت، نون تشدید دار و میم تشدید دار مقداری مکس میشه در هنگام تلفظش که در اصطلاح بهش میگیم غنه، نگه داشتن صدا در بینی. به انفسهن نه، به انفسهن نه. بعت اشهرن، اشهرن تا اینجا. اما بعد از تنوین ما گفتیم همیشه هر جا تنوین دیدید مستقیم برید ببینید بعد از تنوین چی هست. اینجا واو از حروف یرملون است، تنوین ادغام میشه، یعنی به جای نون باید واو تلفظ بشه، میشه اشهرو و اشهرو و اشرا، اشرا. اگر بایستیم میشه اشرا. اینجا این علامت هم یعنی وصل کردن اولاست، سلا مخفف وصل و اولاست، این لاش مخفف اولاست، سلا هم مخفف وصله، وصل کردن اولاست، یعنی وصل بکنیم بهتره. اما اگر کسی ایستاد اشکالی ندارد، میتونه که بعدش از بقیه ادامه بده، نیازی به برگشت نیست. اینجا الان در اینجا قاعده ادغام صورت میگیره، اشهرو و اشرا اگر بایستیم. اگر وصل کردیم که بهتر است، بعد از تنوین فا آمده اخفا میشه، اشرا، اشرا در بینی صدا مخفی میشه، اشرا ف ای ذ، ف ای ذ، فتح بعدش الف صدای آ میگیره. اما چون ذال از اون حروفی نیست که پر خوانده بشه، اینجا پر خوانده نمیشه، نمیگیم ایذا، میگیم ای ذ. در ادامه فئی ذ تا اینجا، فإذا بلغ نه اجل هن، هن مقدار نون رو نگه میداریم و روش مکس میکنیم، اجل هن. فلا فتح بعدش الف
صدای آ میگیره. لام از اون 8 حرفی نیست که پرخوانده میشه. نمیگیم فلا، فله، فلا نشه، فله، جونه. اینجا هم فتحه بعدش الف صدای آ میگیره. نون از آن 8 حرفی نیست که پرخوانده میشه. نمیشه جونا، جونه، فلا جناح علیکم، فلا جناح علیکم. فی ما، میم فتحه داره بعدش الف صدای آ میگیره. اما میم از آن 8 حرف صاد، زاد، تا و ذا، غین و قاف و خا و را نیست که پر خوانده بشه. میشه فی ما، فی ما، نمیشه فی ما، دهان به سمت بالا باز نمیشه. فی ما فعل نه، فعل نه. فی، این علامت کلاه الفی که ما در فارسی داریم روی یا قرار گرفت. بعد از کسره ف، این کسره ف هست، حرف یا سبب میشه که کسره که ف به تنهایی اگر این یا نبود، این کسره و فا میشد ف، ف. اما چون یا از جنس حرکت کسره هست، یعنی این هم ا هست، این ای هست، هم جنسن تقویت میکنه. همون گونه این که اینجا فتحه رو الف بعدش تقویت کرد، به جایی که ما خوانده بشه ما خوانده شد، فیما. اینجا هم کسره رو یا تقویت میکنه و ای میشه، دیگه نمیشه ا، میشه ای، فی، فی. این هم علامت مد هست. مد یعنی کشیدن، مثل همون مسئله جزر و مدی که ما در دریاها داریم. جزر یعنی پس رفتن، مد یعنی کشیده شدن. اینجا باید بکشیم این حرف رو. این علامت هر جا آمد یعنی این فقط روی واو و الف و یا میاد. این علامت فقط روی واو و الف و یا میاد و هر جا که این علامت آمد به این معناست که باید اون حرف رو بیشتر از حد معمول بکشیم. فی، اینجا نون ساکن علامت ساکنش گذاشته نشده چون اخفا میشه. از صدا از بینی ادا میشه به همراه مقداری مکس. انفسهن، انفسهن. بل، الف در هنگام وصل خوانده نمیشه، الف وصله به میچسبه به لام. بل، بل، معروفه، معرو، ضمه بعدش واو صدای او میگیره. معروفه، بالمعروفه. اگر اینجا بایستیم که وقف کردن اولاست، اینجا قلا یعنی وقف اولا، اینجا وقف کردن بهتر است. اگه استادیم فا ساکن میشه. هر جا که ما مکس کردیم و یا توقف کردیم باید حرف آخر رو ساکن بخونیم به استثنای تنوین، مثل اینجا در خط بالا که داشتیم تنوین ان، این استثناء هست. تنوین ان اگر وقف شد ساکن نمیشه، صدای آ میگیره. اش را. به همین خاطر همیشه شما تنوین ان رو در کنار یک الف میبینید، چرا که این در هنگام وقف این الفش تلفظ میشه. اما غیر از این مثل اینجا ف که کسره داره، کسره، ضمه، فتحه، تنوین اون، تنوین ان، اینها همیشه وقتی که روی اونها وقف بشه ساکن میشه، اون حرفی که اینها روی اون قرار دارن. اینجا میشه بالمعروف اگر توقف کردیم. اگر کسی توقف نکردم اشکالی ندارد، میتونه که ادامه بده. لفظ جلاله الفش خوانده نمیشه، واو میچسبه به لام. این لام بعد از الف هم، این لام اول هم خوانده نمیشه. ما هر وقت که حروف واو و الف و لام و یا، واو الف لام یا که سر هم نوشته بشه میشه والی. این رو دقت کنید عزیزان. هر جا در قرآن کریم این 4 حرف رو واو الف لام یا سر هم بنویسید میشه والی. حروف والی یا حروف ناخوانا، حروفی که خوانده نمیشوند در حالتی که هیچ علامتی روی اینها نباشه. اگر حرف واو و یا لام، الف واو الف لام و یا رو دیدید که والی نوشته میشه سر هم بشه، هیچ علامتی نداشتن خوانده نمیشوند. فقط همین 4 حرفن که اگر علامتی نداشتن خوانده نمیشوند، واو الف لام یا. غیر از اینها
اگر علامتی نداشتن یعنی ساکنن، به مانند نون در حالت اخفا. عثمان طاها، شیخ عثمان طاها نون رو علامت نمیگذاره در حالت اخفا. و میم هم وقتی که اخفای شفوی میشه، اونجا میرسیم نمونه‌ها روش انشالله، اونجا هم علامت ساکن روش نمیگذاره، هیچ علامتی روش نمیگذاره. اونها خونده میشن، نقش دارن. اما این 4 حرف واو و الف و لام و یا اگر هیچ علامتی نداشتن هیچ وقت خوانده نمیشن. اینجا در لفظ جلاله هم لام اول از اون 4 حرف است که خوانده نمیشن. الف در هنگام وصل خوانده نمیشه، لام هم خوانده نمیشه، واو میچسبه به تشدید لام. والله. لفظ جلاله در یک حالت باریک خوانده میشه، در غیر از اون پر خوانده میشه. اگر قبل از لفظ جلاله آخرین حرکت ما قبلش کسره باشه، اگر مثلا اینجا کسره می بود باریک خوانده میشه، اما اگر فتحه و ضمه بود آن وقت پر خوانده میشه. مثلا اینجا چطور خوانده میشه؟ پر خواندن یعنی چی؟ یعنی به دهان به سمت بالا واز میشه. مثلا والله، والله. خب باریک خواندنش چطوره؟ باریک خواندن مثلا کسی بیاد اینطوری بخونه که این اشتباه است، اگر فتحه باشه دیگه باریک خوانده نمیشه. اما باریک خواندن به این شکل میشه والله، والله. این اشتباه است. والله، والله. اگر اینجا به جای واو ب می بود کسره می داشت میشد مثلا بالله، بالله. موقع دیگه پر نمیشد بالله. اما اگر اینجا که فتحه است میشه والله، والله بما تعملون، تعملون خبیر. بی به کسره داره بعدش یا میشه بی خبیر. ر اینجا ساکن میشه در هنگام وقف، چون اینجا آخر آیه هم هست ما وقف میکنیم میشه خبیر، خبیر. ر به نحوی باید ادا بشه که حرکت پیدا نکنه. اگر کسی خواست ادامه بده هم اجازه ادامه دادن داره که بخواد این رو بچسبانه با آیه بعدی. خبیرون تنوین بعدش واو آمده در ابتدای آیه بعد خط بعدی. اگر کسی خواست خبیر رو ادامه بده میتونه، اما اینجا دیگه تنوین بعدش واو ادغام میشه خبیر ولا. خب ما آیه بعدی رو میریم. ولا جناح، نون پر نمیشه، جناح علیکم فی ما عرضتم. اینجا میم ببینید، اینجا میم الان هیچ علامت روش نگذاشته شیخ عثمان. اینجا میم خوانده میشه، اما چون اینجا هر وقت میم بعدش با بیاد یک حالت با بهش میگیم اخفای شفوی، در مخرج خودش مقداری اخفا میشه. روی بیشتر توضیح خواهیم داد انشالله. اینجا میم رو علامت نگذاشته، به مانند نون ساکن رو وقتی که اخفا میشد علامت نمیگذاشت، اینجا میم رو هم شیخ عثمان علامت نگذاشته. عرضتم بهی، به، اما این میم ساکنه اینجا. عرضتم بهی، کسر بعدش یا، این یا هست، یک شکلی از نوشته یا هست و اینجا بهی میشه. من اینجا نون ساکن اظهار شده. میبینیم اینجا نون ساکن رو قشنگ نون ساکن رو شروع گذاشته شیخ عثمان، چون دقیقاً از مخرج خودش ظاهر میشه. بعدش خ آمده از حروف حلقی است، نون از مخرج خودش اظهار میشه. اینجا قاعده اظهار صورت میگیره. من خطا، خطا. یک حروفی ما داریم که اگر ساکن باشند اینها در هنگام تلفظ خودشون در حالت ساکن مقداری از حالت سکون عدول میکنن. یعنی در حالت ساکن اصل بر این هست، مثل اینجا که هیچ حرکتی نداشته باشه. نون الان چطور ادا شد؟ من. دقت کنید که نون رو من وقتی تلفظ میکنم هیچ حرکتی پیدا نمیکنه. من نمیگم من یک حرکتی پیدا نمیکنه. من. اما تا نمیگیم خط روش واه نمیستیم، یک مقداری در مخرج میلرزه. خط من خط. اینها حروف بهشون میگیم حروف قلقله و 5 تا هستن: قاف، تا، ب یا با،
و جیم و دال که سر هم نوشته بشه میشه قطب جد. اگر ساکن باشند مقداری در هنگام تلفظ در حالت ساکن در مخرج خودشون میلرزن، مثلا مثل مسد و تب. اینجا هم خط، من خط، ب ت، این تای تأنیث هست، ت. این علامت اگر روش وقف بشه آن وقت ت خوانده نمیشه، ه خوانده میشه. خط به، خط به، خط به اگر روش وقف بشه، اما اگر خوانده بشه همون ت خوانده میشه. الف خوانده نمیشه، لام خوانده نمیشه چون در حالت وصل خوانده نمیشه، اینم کلمت نداره. کسره تا میچسبه به نون، کسره ت به نون میچسبه. من خطبت النساء، این علامت سین پر خوانده نمیشه، نمیگیم نسائی، نه نسائی. من خطبت النساء، من خطبت النساء، نه کسر نون مال کسر است، کسر مال نونه. من خطبت النساء، اگر وقف کنیم میشه نساء، این همزه ساکن میشه اگر وقف کنیم، اما اگه ادامه بدیم کسره میکنه. خط بعدی او اک نن، این نون ساکن اخفا میشه، به همین خاطر ساکنش مخفی شد. اکنن تم، تم فی انفسکم، اینجا نون مخفی شد علامت ساکنش چون اخفا میشه، یعنی از بینی ادا میشه، مثل نون اینجا اکننتم فی نمیگیم انفسکم، انفسکم نخونه کسی سری رد بشه، نون باید از بینی ادا بشه در حالتی که ساکنش مخفی است و اخفا میشه. انفسکم. جیم یعنی اجازه داریم که اینجا وقت بکنیم و یا اینکه گذر بکنیم. علم الله، اینجا لفظ جلاله پر خوانده میشه به خاطر اینکه ما قبلش فتح است. علم الله انکم ستذکرونهن، ستذکرونهن ولکن، لام پر خوانده میشه اما لام صدای آ میگیره اما پر خوانده نمیشه. ولکن اینجا نون بعدش لام هست، از حروف یرملون تبدیل شده به لام، به همین خاطر نون رو شما هیچ علامتی روش نمیبینید چون تبدیل شده به لام، لام تشدید گرفته. به جای نون لام تلفظ میکنیم، کاف و مستقیم میچسبونیم به لام. ولکل لا، ولکل نمیگیم ولکن لا، نه به جای نون کلا لام تلفظ میشه. ولکل لا توعدوهن، واو پر خوانده نشه، نگیم لا تواعدون، لا تواعدوهن سرا. اینجا اگر ادامه بدیم اظهار میشه چون بعد از تنوین همزه آمده، اگر ادامه ندیم اخفا میشه. اگر ادامه ندیم همون الف خوانده میشه، اگر ادامه ندیم توقف کنیم میشه سر را، پر خوانده میشه را. ولا تواعدوهن سرا، اما اینجا محل وقف نیست، گذر میکنیم، اظهار میشه سرا الا ان، نون علامت ساکنش نوشته نشده چون اخفا میشه. ان تقولو، این حرفی که روش صفر میاد خوانده نمیشه. ان تقولو قولم، بعد از تنوین میم آمده، حروف یرملون، تنوین تبدیل میشه به میم. قولم، لم نمیگیم لن، قولم معروفه، معروفه. اینجا توقف میکنیم، صدای آ میگیره، فا از حروف پرخوانده شده نیست، به همین خاطر پر نمیخوانیم، نمیگه معروفا، میگه معروفه. اجازه وقف داریم، اجازه گذر هم داریم. اگر ایستادیم میشه معروفه، اگر گذر کردیم تنوین بعدش واو آمده ادغام میشه، میشه معروفه. ولا تعظیمو، ولا تعظیمو، الفی که صرف داره خوانده نمیشه. عقدةً نکاحی، الف خوانده نشد، دام خوانده نشد، ته چسبید به نون. قاف از اون حروفی است که گفتیم در هنگام سکون مقداری در مخرج میلرزن،
اینجا قلقله میشه، همون حروف قطب جد. اق نمیگیم اق 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 دتنکه حین حتی حتی. این یا خوانده نمیشه، به جاش الف خوانده میشه. یا خوانده نمیشه، الف خوانده میشه. حتی یب به از اون حروفی است که در مخرج در هنگام ساکن بودن میلرزه به مانند قاف و تا. یب یب نمیگیم یب یب، نه یب یب حتی یب لغل لغل. دیگه لام رو نگاه کنین. الان مثلا فرق قلقله در با و لام، این هم ساکنه این هم ساکنه. این قلقله داره این نداره، لام نداره. با قلقله داره، فقط 5 حرف، قاف تا با جیم دار، سر هم میشه قطب جد. الان میگیم یب یب لغل، اما لام رو دیگه حرکت نمیدیم، نمیگه لب یب لغل یب لغل، نه لام قلقله نمیشه اما با میشه. من میخوام ببینم تفاوت تلفظ قلقله و بدون قلقله رو دقت کنید عزیزان. ببینید با بدون قلقله میشه یب یب یب، با قلقله یب یب. زیاد کش ندیم که با صدای کسره بگیره. یب یب، بعضی کلا کسره میدن بشه یب، نه یب یب لغل کتاب اجله اجله. در هنگام توقف میشه اجله، اگر وقف بکنیم میشه اجله. ه ساکن میشه، این واو هم خوانده نمیشه، خود ه هم ساکن میشه. اگر ادامه دادیم اجله اجله وعلمو، الف خوانده نمیشه در هنگام وصل، واو میچسبه به عین. وعلمو، این الف هم خوانده نمیشه. ان الله، لفظ جلاله پر میشه. ان الله یعلم ما فی انفسکم فاحذروه، الف خوانده نمیشه، ف میچسبه به ح. فاحذروه، اگر روی ها ایستادیم میشه فاحذروه. اگر ادامه بدیم فاحذروه وعلمو، الف خوانده نمیشه، مد وعلمو ان الله غفور. بعد از را ه آمده اظهار میشه، از حروف حلقی است. غفور حلیم، اینجا روی میم اگر ایستادیم دیگه کاملا ساکن میشه. خب اگر ادامه دادیم، اگر ادامه بدیم، اینجا این تشدید به خاطر چی هست؟ تشدید به خاطر این هست که اگر این حرف چسبید به این، اگر پایان آیه قبل رو به این بچسبانیم، تنوین چون بعدش لام آمده ادغام میشه و به جای تنوین لام تلفظ میشه، میشه حلیمون حلیمول حلیمول لا جناح علیکم. دیگه نمیگیم حلیمون لا، نه اون نون تنوین تبدیل به لام میشه، میشه حلیمول لا جناح علیکم. اما در ابتدای آیه دیگه ما این تشدید رو در نظر نمیگیریم، چون این تشدیدی که اینجا نوشته شده به خاطر اون ادغامی است که در وصل این دو آیه اتفاق میفته. اگر ما وصل کردیم تشدید خوانده میشه اینجا، اگر وصل نکردیم دیگه اصلا تشدید اینجا به وجود نمیاد که ما تشدید رو تلفظ بکنیم، انگار که این تشدید در ابتدای آیه نیست. میگیم لا جناح. عزیزان نگن خب این تشدید رو چطور شروع کنیم؟ اگر چسباندیم آیه قبلی رو به این تشدیدش خوانده میشه، اگر نچسبانیم دیگه تشدید اینجا اصلا نقشی نداره، انگار که تشدید نیست. لا جناح علیکم، اخفا، نون علامت ساکنش مخفی شده. طلق، قاف قلقله میشه. طلق تومون النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضه. در هنگام وقف هم ت میفته هم تنوینش میفته، فقط ها میمونه. فریضه. اگر وقف کردیم اجازه داریم وقف کنیم، اجازه داریم گذر کنیم. اگر رفتیم
تا تنوین بعدش واو آمده، بعد از یرملون هست، بعد به جای تنوین واو تلفظ بشه، میشه فریضتو و متعوهن علل. ببینید اینجا بعد این یا هیچ علامتی نداره، خوانده نمیشه. بعدش الف علامت وصل خوانده نمیشه. لام ساکن نیاز به آخرین حرکت ما قبل داره. الف حرکت نداره، یا هم حرکت نداره، لام فتحه داره. لام میچسبه به لام بعدی. علل، این لام نیاز به حرکت لام ما قبل داره. علل موسعی قدرهو، کس ضمه ه با این واو بعدش میشه هو، قدرهو. و علل اینجا هم یا خوانده نمیشه، علامت نداره، الف در هنگام وصل میفته، لام میچسبه به لام. علل قاف قلقله میشه تیری قدرهو. اگر اینجا وقف کنیم میشه قدره، هم ضمه میفته هم واو. قدره ادامه بدیم قدرهو. متى فتح بعدش الف، صدای آ پرم نمیشه. متى عم تنوین بعدش با آمده. قاعده اول اقلاب، تنوین تبدیل میشه به میم که شیخ عثمان خودش زحمت کشیده به جای تنوین میم گذاشته. متعم بالمعروف در هنگام وقف، بالمعروف در هنگام وصل. حقا تنوین بعدش این از ظروف فرقی اظهار میشه. حقا علی المحسنین. آیه بعدی و این نون اینجا اخفا میشه، ساکنش نوشته نشده، مخفی شده به همین خاطر. و این طلق قاف قلقله طلقتموهن، من اینجا دوباره اخفا میشه، مخفی شده، ساکنش من قاب به قلقله میشه. قاب لی نون دوباره اینجا اخفا میشه. ان تمسوهن و قد دال از حروف قلقله است، قلقله میشه. و قد نگیم قد نه. و قد فرضتم اینجا فرضتم نه میم نه واد قلقله ندارن. فرضتم لهن فریضة، تنوین بعدش فا اخفا میشه. فریضة فنصف ما فرضتم الا، نون بعدش یا حروف یرملون، به جای نون بعد یا تلفظ بشه. حرف بعدی ای یعفون، ای یعفون او یعفو و تا اینجا الف خوانده نمیشه، این الف هم خوانده نمیشه، این علامتی نداره، صفره. این هم در هنگام وصل خوانده نمیشه. لام تشدید نیاز به آخرین حرکت ما قبل داره که واو هست، واو میچسبه به لام. او یعفو والذی، او یعفو والذی بیدهی قاف قلقله میشه. عقدتون الف در هنگام وصل خوانده نمیشه، لام علامت نداره خوانده نمیشه، تشدید آخرین حرکت ما قبل تا ضمه میچسبه به نون. عقدتون نیکه، کاف فتحه بعدش الف صدای آ میگیره اما پر خوانده نمیشه. نیکاحی، نمیگیم نیکاحی، نه نیکاحی در هنگام وصل. اگر ایستادیم ان عقدتون نیکاح، اگر بیستیم ساکن میشه. و ان نون اخفا میشه، علامت ساکنش مخفی است. و ان تعفو اقربو، قاف قلقله میشه. اقربو للتقوى، لام وسط هست میشه، لام میچسبه به تا. للتقوى اینجا توقف بکنیم یا نکنیم دیگه تلفظش یک جوره. ولا نون اینجا اخفا میشه، به همین خاطر علامت ساکنش مخفی است. ولا ول، این الف و این الف هست میشه، واو میچسبه به لام. ولا تنسوا الفضل
نکم. ان الله، لفظ جلاله به خاطر فتحه موقع پر میشه. ان الله بما تعملون بصیر. این هم از تلاوت این صفحه. انشاءالله که اگر سوالی در ذهن شما بوده باشه، حل شده باشه، تلاوت این صفحه رو گوش میکنیم، برمیگردیم انشاءالله. نمیگردیم همونجا، باز دوباره بعدش تلاوت بخش دومه، تلاوت نونهالان عزیز رو هم بعد از تلاوت این درس به همراه شما عزیزان گوش میکنیم. بعد از اون انشاءالله میایم سراغ تلفن‌های شما خوبان عزیزان و تلفن‌های شما در مشارکت با موضوع درس امروز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم. من ظرفا پانسولای توجیتون ببوشم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع
تأخذه سنة ولا نكن له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يحيطه حفظهما وهو العلي العظيم. از تاجیکستان میخوام که سوره نبا رو خونم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اما یتساءلون عن النبع العظیم الذی هم فیه مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ماذا تاجكستان قنصلية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين صراط الذين أنعمت المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين آمين. محمد از تاجیکستان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم نتركك فتربك فرحا نتركك فرحا. صلاحالدين از تاجیکستان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العلي العظيم. الرحمن الرحيم تابت يدا أبي لهب وتب أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى ذات ذريع فما أتوه ما لا تبصري أبرم مما سات. Assalamualaikum.
نوشته مودودی از آلند استون. ما یک سوره میخوانم. اعوذ بالله و الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح أرأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بعد سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و عزیزان و تشکر از همه عزیزانی که تلاوتاشون رو برای من ارسال کردن. من چند نکته رو درباره تلاوت‌هایی که عزیزان ارسال میکنن تا قبل از اینکه تماس‌ها برقرار بشه عرض بکنم که لطف بکنید تماس‌هایی رو که تلاوت‌هایی رو که ضبط میکنید سعی بکنید که روز باشه، در شب تصویر ضبط نکنید. بعضی از عزیزان تصویرهایی که برای ما فرستادن، فیلم‌هایی که فرستادن کیفیتش انقدر متاسفانه پایین هست که قابل نشر نیست. ما فیلم‌هایی که در شب ضبط شده و نور کافی نداشته، این رو عزیزان حتی امکان سعی بکنید تلاوت‌ها رو در روز ضبط بکنید. یک موضوع دیگه هم که مد نظر باشه، سعی بکنید وقتی که فیلم میگیرین پشت سر شما، پشت سر فرزند دلبند شما نور نباشه، یا به تعبیر ساده تر وقتی موبایل رو میگیرید برای فیلم برداری کردن روبروی لنز دوربین موبایل شما روبرو نور نباشه، یا پنجره مثلا شما دقیقاً فرزند شما نشسته روبروی پنجره و شما فیلم رو دارید میگیرید، روبروی موبایل شما نور زیادی داره میاد به سمت شما و الان این کودکی که نشسته این سبب میشه که چهره کودک شما تاریک دیده میشه. حتی امکان سعی بکنید که نور بخوره به صورت فرزند شما، پشت صورت فرزند شما به نور نباشه، رو به نور باشه و موبایلی که شما میگیرید در جهت نور موبایلتون رو بگیرید. مثلا از سمت پنجره میخواید شما فیلم برداری کنید، خود شما بشینید سمت پنجره، فرزندتون رو به پنجره بنشونید که نور بیاد بخوره تو صورت ایشون و شما فیلم بگیرید. این موقع این بهتر میشه که خوبی که داره تصویر فرزند شما، تصویر کودک شما کاملا روشن میشه. اگر برعکس بگیرید اون موقع تصویر تاریک میشه، مثل این تصویر آخری که با هم دیدیم. یکی از مشکلاتی که تصویر داشت این بود. حتی امکان سعی بکنید عزیزان این نکات رو رعایت بکنید که ما بتونیم تلاوت‌های شما رو پخش بکنیم شما عزیزان رو. یک موضوع دیگه هم که مد نظر شما باشه عزیزان که بعضی از بزرگواران چند تلاوت فرستادن برای ما از فرزندانشون و بعضی از عزیزان گفتن که تلاوت دومی یا سومی که فرستاده شده پخش نشده. ما به خاطر اینکه تلاوت‌ها زیاد هست و وقت برنامه محدود هست، ما مجبوریم فقط عزیزانی رو تلاوتشون رو فعلا پخش بکنیم که بار اولشون هست و اگر عزیزی برای بار دوم و یا سوم تلاوتی رو فرستاده و پخش نشده ما رو معاف بدارید، به خاطر اینکه تراکم حجم تلاوت‌ها زیاد هست و ما نمیتونیم که همه تلاوت‌هایی رو که فرستاده میشه همه رو پخش بکنیم و اولویت به عزیزانی است که برای بار اول میفرستن و حتی امکان سعی میکنیم حداقل همین عزیزان رو کامل پخش بکنیم تا حقشون ضایع نشه. تماس‌های برنامه رو انشالله تماس و تلفن‌هایی رو که شماره رو از این نویس کردن براتون عزیزان با این شماره تماس بگیریم. احمد جان تماس‌ها بحث شده یا منتظر میمونیم همچنان؟ بیننده اول چون داخل استودیو پیش من تماس‌ها نیست. احمد بیننده اول رو با هم میگیریم. سلام علیکم. برنامه رو خوانی قرآن کریم بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ما محمد هستم از شریفیه زنگ زدیم. محمد جان از کجا؟ از شریفیه. شریفیه؟ ها. در سعودی باید باشید. کدوم سوره رو میخونی محمد جان؟ سوره و تین و زیتون. سوره زیتون. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. ماشاءالله ماشاءالله محمد جان، ماشاءالله بسیار عالی بود. میخوام خواهرم بخونه. بسم الله. بیادرم بخونه. برادرتون خواهرتون. سلام. بسم الله. نامتان چیست؟ بسم الله. جواد. من جواد هستم. جواد جان کدام سوره رو میخوانید؟ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان الشمس والقمر حسبانا والنجم سجد والسماء بالميزان وأقيموا القسط والطرق والأرض ربنا صدق العظيم. صدق الله العظیم. متشکرم. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. نامتان چیست؟ من یاسمین هستم از دیدم. یاسمین جان خوش آمدید. یاسمین جان کدام سوره رو میخوانید؟ من میخوام سوره قل هو الله احد. بسم الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صدق الله العظیم. ماشاءالله ماشاءالله عمو جان بسیار خوب بود. بسیار خوب بود. تشکر از تماس شما. حالا نفر بعد خانوادگی میخونید ماشاءالله امروز. نفر بعدی نامتان چیست؟ متاسفانه تماسمون با این جمع بزرگوار قطع شد. بیننده بعدی. سلام علیکم. سلام علیکم عمو جان. بسم الله. الو سلام. ممنون. من اسمم نظیم مدحریزاده هست. من توی ایران تماس گرفتم. اسم چیه عمو جان؟ اسمم نظیم علیزاده. علیزاده. کدوم سوره رو میخونی عمو جان؟ سوره حمد. بسم الله. بگم؟ بسم الله عمو جان شروع کن. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحیم. قل الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صدق الله العظیم. ماشاءالله ماشاءالله بسیار خوب بود. ممنون از تماس شما. متشکرم. خداحافظ شما. بیننده بعدی. سلام علیکم. برنامه روخانی قرآن کریم بفرمایید. الو. سلام علیکم. بفرمایید بیننده کریم. خودتون معرفی میکنید؟ بلال هستم از تاجیکستان. 11 ساله از سوره عبس تلاوت میکنم. بلال جان 11 ساله از تاجیکستان سوره عبس رو میخونن. بسم الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه
ماشاءالله ماشاءالله در بلال جان. پناه خدا باشه. همچنین متشکر از تماس شما، بسیار عالی بود. ماشاءالله ماشاءالله، جزاکم الله خیرا. متشکر از شما. بیننده بعدی. سلام علیکم، برنامه روخانی قرآن کریم بفرمایید. خسته نباشید. سلامت باشید بزرگوارم، بفرمایید. اسمتون رو میگید قربان؟ بنیامین محمدی هستم از اصفهان. برادر عزیزمون بنیامین جان، کدوم سوره تلاوت میکنی بنیامین جان؟ سوره و شمس. بسم الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والشمس وما ضحاها ونفس وما سواها. یک بار دیگه بنیامین جان، یک بار دیگه از واللیل اذا یغشاها بخون. بله استاد. یک بار دیگه از ابتدا تلاوت کن. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها. بنیامین محمدی هستم از اصفهان. ماشاءالله ماشاءالله بنیامین جان، متشکر از تماس شما، لطف کردید برادرم. ممنون، تشکر، خدا موفق باشید، الله یار نگهدارت. بیننده بعدی. سلام علیکم، برنامه روخانی قرآن کریم بفرمایید. الو سلام. سلام بر شما، خودتون رو معرفی میکنید؟ گوشی میدم پسرم صحبت کنه بس. بفرمایید خانم، بفرمایید. به حبیب ابراهیمی از ایران. علی سلام. الو سلام. سلام عزیز، چطوری عمو جان؟ حبیبی با من از ایران. نامتان چیست یک بار دیگر؟ حبیب جان. ناس. سوره ناس رو میخوانید. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. حبیب جان چند سال داری عمو جان؟ چند سال هستی؟ تماسشون قطع شد متاسفانه. بیننده بعدی. سلام علیکم، برنامه روخانی قرآن کریم بفرمایید. سلام، خوب هستی آقا؟ ممنونم، سلامت باشید. خودتون رو معرفی میکنید قربان؟ عمر هستم از ایران تماس میگیرم، میخواستم سوره الحمد بخونم. بسم الله، بفرمایید برادر. بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لطف کنید. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. ماشاءالله، ممنون از تماس شما. امر دیگری هم دارید؟ چرا می‌خواستم تشکر کنم از آقای سلیمانی. ممنونم، سلامت باشید، لطف کردید. ممنون از تماس شما، موفق باشید، الله یار و نگهدارش. بیننده بعدی. سلام علیکم، روخانی قرآن کریم بفرمایید. الو. سلام علیکم. الو سلام علیکم. سلام علیکم عمو جان، نامتان چیست؟ خوشبین. یک بار دیگه. خیلی ممنونم. خورشید. خیلی ممنونم. خواهش میکنم. میخوام صفحه 518 میخوام سوره قاف. سوره قاف. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في يقين مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. وأوحينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. یک بار دیگر رزقا للعباد. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. ما شاء الله. على رحمة العالمين محمد صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله ما شاء الله اللهم صل على محمد. ان شاء الله رحیمی هستم از سننده. ما شاء الله بسیار عالی بود عمو جان. ما شاء الله بسیار عالی بود. ممنون از تماست. امر دیگری دارید؟ ممنونم. خواهش میکنم. موفق باشید. الله یار نگهدارش. بیننده بعدی سلام علیکم. برنامه روحانی قرآن کریم بفرمایید. الو. سلام علیکم. الو. سلام بر شما بفرمایید برادر. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. شما کی حق؟ به سال حق سلیمانی هستم. صدای شما در استودیو در حال پخش است. کدام سوره را تلاوت میکنید؟ بفرمایید. من عظمت الله هستم از تاجیکستان. خوش آمدید. کدام سوره را تلاوت میکنید قربان؟ من سوره بقره آیت 234. بسم الله. از ابتدای 234 تلاوت کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة فإذا بلغن أجلهن فلا جناح في أنفسهن بالمعروف والله بما ولا جناح عليكم فيما أنتم به من خطبة النساء أو أكنان في أنفسكم
علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعظوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة. متاسفانه تماسشون قطع شد. ممنون از تماس شما. تلاوت ماشاءالله زیبایی بود و تلاوت دقیقی. بیننده بعدی رو میگیریم. سلام علیکم. برنامه روخانی قرآن کریم بفرمایید. سلام علیکم استاد محترم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خودتون معرفی میکنید برادرم؟ حاجی دوست محمد هستم از عربستان سعودی تماس میگیرم. مقداری صداتون پیش ما ضعیف است. اگر بلندتر صحبت بکنید ممنون میشم. کدوم سرعت رو رعایت میکنید برادرم؟ بله حالا صحیح شد. یک ذره بلندتر صحبت کردیم. بهتر شد. کدوم سرعت رو رعایت میکنید برادر؟ ما استاد محترم ما قرآن شریف نو یاد گرفتیم. اینا حفظ نکردیم. دم سعودی اینجا کار میکنیم در هتل که همین ملا امام رفته کم همون قاعده را برای ما عرفا را که درس یاد داشت کم حالا خوب است. مقصد خیلی شوق پیدا کردیم. همین هر روز میخوانم شب و روز. تو برای ما چیز مرتب نخوانیم دیگه. حالا کم حالا میخوایم همین در برنامه شما اشتراک کنیم. شما چطور نظر دارن؟ از هر جا که دوست دارید بخوانید. میخواید اصلا سوره حمد رو تلاوت کنید؟ بله از سورات چی میخوانیم؟ حفظ خیلی سوره های کم حفظ دارم. از سوره بقره میخوانم بخوانم. شما چه از کجای سوره بقره میخوانید؟ از همین درس امروز؟ بله. بسم الله. از ابتدای صفحه شروع کنید به تلاوت کردن. بسم الله الرحمن الرحیم. احمد جان تصویر بدید بشه. لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بالغيب ويقيمون. متاسفانه تماس ایشون هم قطع شد. انشاءالله که اگر دوباره بعد تماس گرفتن احمد جان تلاوت این عزیزانی که قطع میشه اگر دوباره تماس میگیرن در اولویت بگذارید که تلاوتشون رو کامل بکنن. ممنونم از تماس شما و انشاءالله تلاوتتون چند آیه که تلاوت کردید قشنگ بود و زیبا بود. انشاءالله که این نشان از این داره که شما در موضوع آموزش و یادگیری کلام الله مجید تلاشی رو که به خرج دادید به نتیجه رسیده و موفق شدید. انشاءالله که این مسیر رو ادامه بدید. بیننده بعدی برنامه روخانی قرآن کریم بفرمایید. سلام، خسته نباشید. میخواستم سوره قیامت رو تلاوت کنم. بفرمایید خواهرم. خودتون معرفی میکنید؟ بله، اسم من فرشته است. خواهرمون فرشته خانم. بسم الله. از ابتدای سوره قیامت. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحیم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إنا علينا جمعه وقرآنه
فإذا فرقنا فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه یک بار دیگه خواهرم. كلا بل تحبون العاجل وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتافت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعله منه الزوجين الذكر والأنثى. عذر میخوام بابت خواهش میکنم. فقط خواهرم داره که تو مورد دقت بکنین که فاذا قرأناه شما تعبیر دیگه استفاده کردید و همچنین کلمه تظن و همچنین در پایان هم نطفتن نیست، نطفتن هست و در ابتدام لا یقسم بیوم القیامه. شما بیوم تلفظ کردید. ماشاءالله تلاوتتون روان بود. انشاءالله که یک مقداری در بعضی نقاط دقت بیشتری بکنید. کمی مشخص بود که کمی هول شدید به تعبیری در تلاوت. درسته، چون بار اولی متوجه هستم که درست صحبت کنم. من احساس میکنم اینها هم این جاهای ملاحظاتی هم که بود برمیگشت به خاطر اینکه تلاوت اول شما بود در جمع به اصطلاح تلویزیون. به همین خاطر انشاءالله که تنها پیش خودتون که تلاوت میکنید این مشکلات هم نباشه انشاءالله. درست. متشکرم از تماسشون. خدا موفق باشید. الله یار نگهدار شما. بیننده بعدی. سلام علیکم. برنامه روخانی قرآن کریم بفرمایید. بیننده گرامی شما رو خط هستید. سلام بر شما بفرمایید. بیننده بعدی. سلام علیکم. برنامه روخانی قرآن کریم بفرمایید. بیننده گرامی سلام بر شما بفرمایید. ایشون هم با ما نیستن ظاهرا. بیننده بعدی. سلام علیکم. برنامه روخانی قرآن کریم بفرمایید. سلام بر شما بفرمایید. لطف کنید با گوشی تلفن صحبت کنید. ایشون هم حواسشون نیست. بیننده بعدی رو میگیریم. سلام علیکم. برنامه روخانی قرآن کریم بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلامت باشید. متشکرم. خودتون رو معرفی میکنید؟ من عبدالله از قزاقستان. برادر عزیزمون عبدالله جان از کجا تلاوت میکنید برادر؟ من پیش از تلاوت میخواستم از نام همه تاجیکان قزاقستان به شما سلام خود را رسانیم. علیه و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. از طرف ما هم به همه عزیزان سلام برسانید. جزاکم الله خیر. میخواستم پسرچم قرائت بکنه استاد. فرزندتون نامشان چیست؟ نامش اسمت الله. اسمت الله جان بسم الله. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اسمت الله جان از کدام سوره تلاوت میکنید؟ من میخواستم برای شما سوره قاریعه را تلاوت کنم. سوره قاریعه بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس
الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. ما شاء الله. صدق الله العظیم. ما شاء الله. اسمت الله جان چند سال دارید شما؟ نفرمایید استاد. چند ساله هستید؟ من 18 ساله هستم. ماشاءالله ماشاءالله بسیار عالی بود. ماشاءالله جزاکم الله خیر. استاد بزرگوار اگر یه خطایی گذشته باشد آنجا. عالی بود. بسیار عالی بود. متشکرم از شما. سلامت باشید استاد. موفق باشید. الله تعالی شما رو حفظ بکنه. متشکرم از تماشا. بیننده بعدی برنامه روحانی قرآن کریم بفرمایید. سلام علیکم بفرمایید. الو. سلام بر شما. سلام علیکم. علیکم السلام. از می‌خواستم بخونم. اسمتون رو میگید قربان؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بیننده بعدی. سلام علیکم برنامه روحانی قرآن کریم بفرمایید. الو. سلام بر شما بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خودتون معرفی میکنید؟ خسته نباشید. سلامت باشید قربان. خودتون معرفی میکنید؟ همین برادر ما خوردیم و میخواند سوره فلق رو. مقدار بلندتر صحبت کنید صداتون ضعیف است. نامشون چیست؟ برادر ما 5 ساله است. نامشان چیست؟ امیر حمزه. امیر حمزه جان بسم الله. میخواهد سوره فلق را. بسم الله بفرمایید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. ماشاءالله ماشاءالله بسیار عالی بود. ماشاءالله عمو جان تشکر از شما. متشکرم از تماس شما. سلامت باشید قربان. ممنون از تماس شما. سلام. موفق باشید. الله تعالی شما رو حفظ بکنه. بیننده بعدی. سلام علیکم برنامه روحانی قرآن کریم بفرمایید. سلام بر شما بیننده گرامی. صحبت کنید بفرمایید. سلام بر شما بیننده. سلام باشید. سلامت باشید. خودتون رو معرفی میکنید؟ من صداشون ندارم. قطع شد تماسشون متاسفانه. بیننده بعدی. سلام علیکم برنامه روحانی قرآن کریم بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خودتون رو معرفی میکنید؟ امید هستم از کردستان ایران. امید جان از کردستان بزرگ بفرمایید. کدوم سوره تلاوت میکنید قربان؟ والا میخوام سوره مبارکه الرحمن رو تلاوت بکنم استاد. بفرمایید قربان بفرمایید. افتخار میدید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان
مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان أحسنتم ما شاء الله ما شاء الله يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان أحسنتم ما شاء صدق الله العظیم. ماشاءالله ماشاءالله بسیار عالی بود، بسیار لذت بردیم، افتخار دادید امید جان. باز اگه یکم که حالت مریضی داشتیم باز اگه صدامون اذیتتون کرد نفرمایید بسیار لذت بردیم، لطف کردید، افتخار دادید، خیلی ممنون از تماس شما. مشارکت اساتید مثل شما باعث دلگرمی ماست. سپاسگزارم استاد. موفق باشید. از شما از دوستان. آقا احمد هوای ما رو ندارن دیگه، دیر وقت میکنن. احمد جان به حقیقتش انقدر شلوغ بعضی وقتا تعداد تماس‌هایی که پشت سر میمونن پشت خط میمونن به 6000 تا میرسه امید جان. به همین خاطر تفکیک خود تماس هم واقعا مشکل هست. ما رو معذور بدارید. ممنون از تماس شما. متشکرم. موفق و موعد باشید ان شاء الله. الله تعالی شما رو خیر. السلام علیکم و رحمت الله. موفق باشید و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر میکنم از همه شما عزیزان. چند دقیقه باقی مانده رو اختصاص میدیم به پخش تلاوت‌های نونهالان عزیزی که برای ما ارسال شده. بخش سوم این تلاوت‌ها، چند تایی از تلاوت‌ها باقی مونده که برای هفته بعد ان شاءالله پخش می‌کنیم. اگر عزیزی تلاوتش پخش نشد هفته بعد ان شاءالله در اولویت خواهد بود تلاوت‌هایشون، اون عزیزانی که پخش نشد. از همه شما عزیزان که تا این لحظه به علامه خود ریاری کردید تشکر خاص دارم. معذرت خواهی می‌کنیم از همه عزیزانی که پشت خط موندن و وصل نشد تلاوتشون و تماسشون، و اگر صدای بنده هم شما را اذیت کرد باز پوزش می‌طلبم. تشکر خاص از احمد جان، از فرید، از عبدالرحمن جان و از بقیه عزیزان اتاق کنترل.
حسن ختام برنامه امروز تلاوت‌های نوان آلان عزیز خواهد بود. قبل از اون من با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم و همه شما خوبان رو به الله متعال میسپارم. الله یار و نگهدارش. علیکم و رحمت الله و برکاته. من مهدی هستم از تاجیکستان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. من سلمان از تاجیکستان یاسین میخونم. یاسین والقرآن الحکیم إنك لمن المرسلين إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من مقداد هستم. 6 ساله هستم. از تاجیکستان هستم. من سوره الحمد میخوانم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. السلام علیکم. من از تاجیکستان. نام من مایرم. از بالله الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الرحمن الرحيم. قل هو أحد الله الصمد لم يلد ولم كفوا أحد. الإمام المروان. ما وليتم ما
ما آیه میخونم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من سعدی از تاجیکستان هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. من أوشع توديستون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين صراط أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين.